سلام به همراهان تودوزی مولوی. بریم یه رودری F12 و بادسان که جفتشون مثل همه روکش بکشیم ببینیم چه شکلیه. همراه من باشید. اول از همه روکشی که میخوایم بکشیم و در ابعاد 105 در 85 برش میزنیم. دو طرف کار یعنی هم روکش و هم رودری رو کاملا به چسب آغشته میکنیم، حالا با قلمو، با کاردک و هر چیزی که دم دستمون بود. بعد از اینکه دو طرفمون به چسب آغشته شد منتظر میمونیم تا کاملا چسبمون خوش بشه، یعنی وقتی که دست میزنیم دستمون بهش نچسبه. برای خوش شدن چسب میتونیم از گرمای غیر مستقیم استفاده کنیم، مثل سشوار یا گرمای آفتاب. هر چقدر که جنسمون گرمتر بشه، چسبمون گرمتر باشه، راحت‌تر و بدون چروک میتونیم روکشمون رو اجرا کنیم. حالا هم که تا اینجای ویدیو اومدی یه لطفی بکن، لایکش بکن تا بریم سراغ ادامه ماجرا. که روکشمون کنده نشه باید برش گردونیم پشت و به این کار میگن لب برگردون کردن. اضافه روکشمون رو برش میزنیم و سلیقه باید خرج کنیم. کار تودوزی یه کاریه که هر چقدر سلیقه داشته باشی کارت قشنگتر و تمیزتره. برای چسبوندن کار باید دقت بکنیم وقتی که گلدوزی استفاده میکنیم خطامون میزون باشن. توی اون جاهایی از کارمون که سر پیچه و سر خمه باید 7-8 برش بزنیم که راحت بتونیم ببندیمشون. امیدوارم که تونسته باشم به اطلاعاتتون اضافه کنم. دوستای من، با افتخار اگه سوالی داشتید در خدمتتون هستم. لایک و سابسکرایب یادتون نره.